سلام و درود دوستان عزیز، شما رو به چنل یوتیوب خود و اولین ویدیو یا اولین ولاگ خود خوش آمدید گفتم و از شما دوستان خواهش میکنم تا صفحه ما را یا یوتیوب چنل ما لایک و سابسکرایب کنید. دیگه امروز یکم وقتم شده باشه یکم عجله دارم که باید برم طرف کار. یکی از برنامه مصروف بودم و فکرم به ساعت اصلا نشد. دیگه باید یکم عجله کنیم که بریم طرف کار و از شما خواهش میکنم تا اینکه کانال ما رو لایک کنین و سابسکرایب کنین و با دوستانتون شیر کنین. دیگه بریم طرف کار. خب دوستای عزیز، اومدیم تا موتر و امروز ولاگ ما یا ویدیو ما قراری است که یکی از همکارای ما تازه آلمانی شده و یکی از همکارای ما است، دوستای ما البته اصلا اصالتا کرد هستن، چون قبولیش گرفته یا شهروند آلمانی رو گرفته. به خاطر یک برنامه داریم و اولین برنامه خودم از اون شروع میکنیم. دیگه میریم و شما رو همراه خود میبریم و ما رو همراهی کنین. تشکر. دیگه میریم. خب دوستان، ما طرف کار روان هستیم یا طرف کار روان هستیم. یکم اگر حرفایم پایین بالای طرف میره شما با بزرگواری خودتان ببخشین، چون گفتم این اولین ولاگ یا اولین ویدیوی من است. دیگه انشالله کوشش میکنم که با زمان بیتر شد و دیگه این که زیر تاثیر نرم، گرچه هیچ کس هم نیست، خودم است و کامرا است. دیگه به هر صورت یا دیگه روان هستیم و شما هم از این منظره زیبا و هوای دلگیر بالاخره لذت ببرین و بیننده باشین تا اینکه به جای مقصد برسیم. years later. دوستای عزیز، بازم خوش آمدین به ادامه ولاگ ما و حالا از کار تمام شدیم، پاوزی داریم یعنی همون تفریح دیگه. قسم گفتیم دعوت هستیم با یکی از همکارای ما، چون این برگرون شد یا اینکه دویچه پاز خدا گفت آلمانی شد دیگه. حالا میریم رستوران اینجا و دیگه همکارا هستن همراه ما از کشور همسایه ما پاکستان، دیگه از آلمان شریف و از کردستان شریف همینجا هستن همراه ما دیگه. خودتان معرفی میکنن، سلام علیکم میکنن همراهتان. بفرمایید. سلام، من شاهد شهزاده هستم از پاکستان و همکار آقا محمد. نکست کردستان. هلو خب به هر صورت اینا کمک شرمندوک هستن دیگه، به اون خاطر زیاد نمیخواین حرف بزنن و دیدام نمیخواین زیاد شان دیگه. حالا میریم
رستوران ایندیا ادامه دیگه انشالله در رستوران. خب دوستان بفرمایید دیگه چیکن کڑاهی ما آماده است و لقمه اول برای شما میگیرم و شما حتما امتحان کنیم اسم چیکن کڑاهی میگردیم. بسم الله. باشه خیلی هم خوشمزه. مرسی لطف میکنه قربانت. این آقای دکتر ما که هستن اصالتا از پاکستان هستن ولی خانومشان و این که زنده باش موکل ایرانی هستش، به اون خاطر فارسی حرف میزنن، فارسی رو یاد دارن و همین. गाड़ी दी थी क्योंकि मैंने ना क्योंकि ये टेस्टी लगता है जब ये मैं देखता हूँ उनको जो ना वो वाली पिज़्ज़ा वाली होती है। हाँ वही मेरे थैंक यू। हाँ वो उससे बढ़िया है, बढ़िया है ये हमारा भी है ना, उनको पता नहीं है वो। चलो ठीक है خیلی خوب درست کرده ولی دمش گرم. چطوره دکتر؟ خب دکتر نظر چطوره؟ من یه لقمه خوردم خیلی خوبه. عالیه. آره. پس دوستان شما حتما هر موقع رستوران ایندیا رفتیم چیکن بوتر هست نه؟ چیکن بوتر حتما امتحان کنید. اسم دیگه هم هست که وایت کڑاهی میگن. یکم واین فرق داره ولی این چیکن بوتر خوبه. وایت کڑاهی هم خیلی خوشمزه اگه رفتیم بخورین ولی یه جایی که خوب باشه و خیلی باشه. خب حتما پروبیر کنیم. حالا میریم به زبان خودشان به زبان اردو چند کلمه شاید به مردم پاکستان و با فامیل خود داشته باشم. دکتر چقدر وقت میشه از فامیل دور هستی؟ मैं तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। 2 साल पाकिस्तान नहीं गया। पिछले साल एक मजबूरी थी उस वजह से नहीं जा सका। इस साल अभी जो है ना 2-3 महीने बाद पाकिस्तान जाऊंगा। फैमिली इधर है लेकिन माँ बाप उधर ही हैं। उनको देखने जो ना जनवरी के बाद ही ईद पे जाऊंगा, ईद फित्र इंशाल्लाह। तकरीबन चंद साल में के आलमान हस्ते? आलमान 7 से 8 साल हो गए। 7-8 साल। तो 7-8 साल से अपने परिवार को नहीं देखा? नहीं जाता हूँ अभी 2 साल नहीं गया वरना हर साल जाता हूँ। पिछले साल से नहीं जा सका क्योंकि मेरी एक छोटी बच्ची जन्म हुआ पैदा हुई है उस वजह से मैं नहीं जा सका। थैंक यू। अभी इंशाल्लाह ईद फित्र पे जाएंगे, माह रमजान के आएंगे। اگه خدا خواست قسمت شد من میرم حتما انشالله. اون عروسی برادرزادت گفتیم که اونجا اگه شد. دوستان این که من اردو بلد هستم و گفتم که یکم جالب تر بشه من مثلا فارسی گفتم و دکتر جان اردو گفت من متوجه میشم و اردو را البته میفهمم. به هر صورت دوستان یک وقفه کوچیک میگیریم که ما غذا رو بخوریم بعد انشالله باز حرف میزنیم. तो बाजी बहुत शुक्रिया, बहुत मज़े का। आपके एड्रेस, आपके रेस्टोरेंट का एड्रेस बताओ, आप कितने साल यहाँ पे हो? थैंक यू पाजी, बहुत मज़ा। और दूसरा अगर इंडियन चाहिए तो हमारा एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वो टोटली इंडियन है। सॉरी دکتر چطور بود؟ عالی بود. حال کردی؟ برابر شد. ماشاءالله. اینم که سیف شده. اشکال نداره. بس که خوشمزه بود.
so wie ich sehe. Damals gern. Das ist immer noch Ofen. 17. तो बाजी ये है हमारा इंडियन रेस्टोरेंट ढाबा ढाबा रेस्टोरेंट ठीक है बाजी Diese Was? Restaurant, ich kann einmal sagen, ja die erste Mal, ich habe das kennengelernt, war da bei Hagepen Persisch Fest, Noros, und da wir haben kennengelernt, danach war es gut, wir सुबह बाजी बाजी आप बेस्ट हो फिर भी आएंगे थैंक यू वेलकम वेलकम तो बाजी हम चलते हैं ओके ciao Hafiz. खुदा हाफिज lecker. das war echt lecker Für Caro. mich war es so, aber weiß nicht, für die Das war wirklich sehr lecker, Caro. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Nächstes Mal. Hoffentlich, wir werden irgendwann auch eingebürgert und Ja. werden auch Deutsch. Ja, Dann inshallah nächstes auf Mal. jeden Fall. Vielen Dank. Meine oder wo Ja. Einbürgerung. Genau. Auf jeden Fall. Dankeschön. Sepas Chavani Bashi. Auf Kurdisch gesagt. Ja. Basham, Basham. Man hört dich ein bisschen. Vielleicht haben wir Langsamer. falsch gesagt. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung. سلام دوباره دوستای عزیز تشکر از اینکه تا این لحظه همراهی کردین مرا و ولاگ یا اولین ویدیوی مرا تماشا کردین باز همتون سپاسگزاری میکنم که تا این لحظه مرا همراهی کردین باز همتون خواهش میکنم که چنل یوتیوب مرا سابسکرایب کنین لایک کنین و اصلا چیزی نمیده فقط یک حمایت دیگه شما را خداوند یک تا میسپارم تا ویدیوی بعدی الله یار نگهدارتون